به نام خدا، آرش خاقانی هستم. متولد 1364، فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد در دو رشته مهندسی مکانیک صنایع اتومبیل و مهندسی مکانیک سیالات. عضو فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران از سال 86 فعالیت خودم آغاز کردم. دارای 91 سکوی قهرمانی در سه رشته ریس، اسلالوم و درک هستم. خب ما با توجه به کارهایی که روی این ماشینا انجام میدیم، خب ما مجبوریم برای اینکه توی مسابقات بتونیم حضور موفق تری داشته باشیم یه سری تغییرات رو روی موتور این ماشین انجام بدیم، به اصطلاح تیونینگش بکنیم. و برای اینکه بتونیم جواب مثبتی بگیریم نیاز به سوخت قوی تری داریم. تا به این مسابقه من خودم از سوخت BP استفاده می‌کردم که آمریکایی هستش، مثل بقیه ماشین مسابقه با کد Q16. همیشه با همون سوخت شرکت می‌کردم، ولی این مسابقه رو ترجیح دادم که سوختی رو امتحان بکنم که ایرانی هستش، شرکتی به نام ووفر. حدود 10-12 سال است که شرکت داره فعالیت میکنه تو زمینه مکمل و عرضم به حضورتون که سوخت‌های مسابقه‌ای و محصولات دیگه مثل روغن و روغن ترمز و این چیزا. ما اومدیم این سوخت رو برای اولین بار روی داینو با VP تست گرفتیم، یعنی اول با شرایط یکسان با سوخت VP ران گرفتیم از ماشین و سپس اون رو خالی کردیم کامل، سوخت بوفر رو ریختیم و جالبش اینجا بود که هولوش اگه اشتباه نکنم 1.5 اسب بیشتر به ما توان داد که خود مپر و خود من خیلی تعجب کردم از این بابت و این شد که ترجیح دادم که توی مسابقه با سوخت ایرانی شرکت بکنم و توی تمرینات هم که باش دور زدم تایم خوبی بهم داد و اینکه من ازش راضی بودم، خیلی ازش راضی بودم. دو تا مزایای خیلی مهم داره این سوخت، اینکه اولا که ایرانیه، تو دسترسمون همیشه، یعنی هر وقت بخوایم ما میتونیم خریداری کنیم اینو توی نمایندگی‌هاشون، و اینکه یکی هم اختلاف قیمت خیلی زیادی که با VP آمریکا داره. این اختلاف قیمته خیلی آدمو جلو میندازه، یعنی بچه‌ای که توی شهر هم ماشینا رو سوار میشن و از اکتان‌های معمولی استفاده میکنن میتونن از این سوخت استفاده بکنن و تقریبا هم میشه گفت هم قیمت همون در میاد و خیلی اختلاف قیمت با محصول مشابه خودش داره با برند VP. حدود 6-7 سالی هم هستش که با برند CTS دارم کار تخصصی تیونینگ خودرو رو انجام میدم، مخصوصا تو زمینه ماشین مسابقه‌ای.